خب الان من اگه 4 منهای 3 کنم میشه چند؟ 1 منهای x تقسیم بر x منهای 1 x به اضافه 3. درسته؟ حالا اگه من بیام از صورت یه دونه منفی فاکتور بگیرم، منفی و فاکتور بگیرم، چند میشه؟ منفی 1 به اضافه x خب تقسیم بر باز همون مخرج رو می نویسیم x به اضافه 3. ببینید این بالایی همون مگه نیست مثبت x منهای 1؟ اگه من اینو بخونم میشه مثبت x منهای 1. ببینید مثبت x منهای 1 یعنی اینو من میتونم اینجا معادلا بنویسم x منهای 1 چون جابجایی توی تفریق و جمع داریم، پس این همون میشه. ببینید منفی 1 مثبت x مونم مثبت x منهای 1 و هیچ تفاوت نداره. خب پس من میتونم این دوتا رو با هم دیگه ثابت کنم و در نهایت دارم منفی 1 تقسیم بر x به اضافه 3. پس من تونستم f منهای g رو به دست بیارم. منفی 1 تقسیم بر x به اضافه 3 حاصل نهایی شد. الان برای اینکه پیدا کنم که مجانبمون افقی قائمه باید چیکار کنیم؟ خب برای پیدا کردن مجانب افقی من می اومدم می نوشتیم که لیمیت، خب لیمیت این تابعمون تابعی که میخوایم مجانب پیدا کنیم که مثلا من همون fx بنویسم، من می اومدم x رو به سمت مثبت بی نهایت اینجا بنویسم همون یا منفی بی نهایت میلی میدادم. ال به دست آمدمون حاصلی که به دست میاد میشه مجانب افقی. فرقی نمیکنه مثل نباید بگید که لیمیت fx به سمت مثبت بی نهایت مساوی ال و لیمیت fx به سمت منفی بی نهایت مساوی ال و باید هر دوتاش ال بشه که من بگم ال مجانب افقی. نه این اشتباه. توی مجانب افقی کافیه اصلا منفی بی نهایت حساب نکنید، همون مثبت بی نهایت اومد لیمیت fx گرفتید. منظورم ببینید اینه که بایستید دقیق‌تر بنویسم. مثلا من اینجا دارم لیمیت fx 1 بار x به سمت مثبت بی نهایت مساوی است با ال. لیمیت fx x به سمت منفی بی نهایت. ببینید نباید هر دوتا وجود داشته باشن، یکی به دست بیاد برای من کافیه. تموم. یعنی اگه تونستم اینو به دست بیارم یا اینو و یکی دیگه به دست نیومد چی میگن مثلا رد نمی کنم که مجانب افقی نیست، هر یکیش رو به دست بیارم برام کافیه. خب پس اینجا هم پاک کنم. علمون میشه مجانب افقی. الان من بیام اینو بنویسم. حالا لیمیت منفی 1 تقسیم بر x منهای 3 x به سمت مثلا مثبت منفی بی نهایت، چون زیاد اینجا تأثیری نداره، فقط ممکنه علامتاش متفاوت بشه. خب مثلا من بیام همین مثبت بی نهایت رو بنویسم. مثبت بی نهایت منهای 3 خب طبیعیه که بی نهایت میشه. درسته؟
ببینید منفی بی نهایت منهای 3 میشه منفی بی نهایت. خب میگم اینجا فقط مثبت منفیشون فرق میکنه. ببینید منفی 1 تقسیم بر مثبت منفی بی نهایت، عدد تقسیم بر بی نهایت، هر عددی تقسیم بر چه منفی چه مثبت میشه 0. پس مجانب افقی من 0. خب ببینید من چون ببینید اینجا فرقی نداره مثبت منفی رو با هم می‌نویسم. فرقی نداره مثبت بی نهایت منهای 3 میشه مثلا مثبت بی نهایت، فقط تو این علامت فرق داره. وگرنه تقسیمم مثلا میکنیم منفی 1 تقسیم بر منفی بی نهایت کلا 0، چون عدد تقسیم بر بی نهایت برابر 0 میشه. خب الان از این 0مون شد مجانب افق. خب مجانب قائم به ما چی میگفت؟ مجانب قائم که همچین فرمولی داشت که میگفت مثلا ببینید اینجا تک به تک بنویسم fx میگه که x مساوی a. آمون مجانب قائمه هر وقت x به سمت مثلا آی مثبت، این آیا x آی مثبت مساوی است با مثبت بی نهایت، کل حالت هاشو می نویسم. یا مثلا لیمیت fx x به سمت آی مثبت مساوی است با منفی بی نهایت لیمیت fx به سمت x آی منفی مساوی است با مثبت بی نهایت و برعکسش هم هست که میگه بایستید بالاتر یا بالاتر بنویسم که میگه لیمیت fx x به سمت آی منفی مساوی است با چی؟ منفی بی نهایت. اگه هر کدوم از اینا حاصل شد، باز میگم لزومی نداره این 4 تاش برقرار باشه. اگر هر کدوم از این حدهامون برقرار باشه اون میشه مجانب قائمه ما. خب الان برگردیم به معادله منفی 1 تقسیم بر x به اضافه 3. x مساوی است با منفی 3. خب x مساوی است با منفی 3 به نوعی آمون میشه منفی 3. پس کافیه اینو چرا نوشتم؟ ببینید x مساوی است با منفی 3. خب الان من میتونم اینجا بایستید با این رنگ بنویسم لیمیت fx مون چیه؟ منفی 1 تقسیم بر x به اضافه 3 بود. خب اینجا x به سمت منفی 3. خب اینجا قبول دارید؟ حالا منفی 3 بذارم من تو پایینی، منفی 1 تقسیم بر به جای x منفی 3 میذارم منفی 3 به اضافه 3 میشه 0. عدد تقسیم بر 0 میشه بی نهایت. من کاری با مثبت منفیش کاری ندارم، ولی چون منفی تقسیم بر 0 میشه منفی بی نهایت، من کاری با این ندارم. منفی بی نهایت کلا زیاد این منفی مثبت چی میگم مهم نیست. مهم اینه که من به این بی نهایت برسم. پس x مساوی است با منفی 3 هم مجانب چیه؟ قائممه. x مساوی است با 0 هم مجانب افقیم. خب که اینجا ببینید منفی 3 و 0. پس جواب سوالمون گزینه 2.